دوستان عزیز، حالا ما در شهر کلوب بستانی قرار داریم، یعنی که شام کلوب رو برای شما نوار میگیریم و زیبایی هایی که در دوران صاحب استقلالی کشورمون چگونه شهر کلوب آباد و زیبا شده است برای شما پیشنهاد میکنیم. دوستان عزیز، راستی این باغ فرهنگی و فراغتی شهر کلوب آنچنان هیجان آور است که یعنی آنچنان به هیجان میآید که این زیبایی رو میبینی بسیار هم خوشحال میشوی. هر نفری که میخواهد زیبایی ها رو بیند یعنی که بیاید به باغ فرهنگی و فراغتی شهر کلوب. Ha 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 ha.